در همین حال صدای هولناک و بلندی میگوید: آهای کسی که داخل مسجد شده ای، همین حالا میآیم به سراغت. در اطراف شهر ری مسجدی بود که مهمانان خود را میکشت. هر که شب وارد مسجد میشد همان شب از ترس جان میداد و هیچ وقت نمیتوانست از آنجا خارج شود و کسی جرأت قدم گذاشتن به آنجا را نداشت، مخصوصا در شب. اندک اندک آوازه این مسجد بیمناک و اسرارآمیز به همه جا رسید، تا اینکه شبی مردی غریب از راه رسید و سراغ مسجد را گرفت. مردم از کار او حیرت زده شدند و از او پرسیدند: با آن مسجد چه کار داری؟ او با خونسردی گفت: میخواهم شب را در آنجا بخوابم. و مردم با حیرت گفتند: عقل هم چیز خوبی است، مگر از جان اسیر شده ای؟ مرد غریب گفت: من کاری با این حرفها ندارم. در من ترسی از کشته شدن نیست و این حیات دنیوی برای من هیچ اهمیتی ندارد. من سرم درد میکند برای این کارها. خلاصه پند و اندرز مردم سودی نداشت. شب هنگام مرد غریب وارد مسجد شد و روی زمین دراز کشید تا چرتی بزند. در همین حال صدای هولناک و بلندی میگوید: آهای کسی که داخل مسجد شده ای، همین حالا میآیم به سراغت. این صدا 5 بار تکرار شد. اما مرد غریب به جای ترسیدن خوشحال شد و با حالت آماده باش از جا برخاست و فریاد زد: هر کسی هستی بیا، من آماده مرگم، اگه جرأت داری بیا جلو. در اثر همین فریاد طلسم باطل شد و از هر سو انبوه طلا سرازیر شد و مرد غریب شروع به جمع کردن آن کرد. هرگاه انسانی دل از رنج و هراس و مرگ بشوید و گام استوار در جستجوی حق بردارد، به گنجی میرسد فراتر از سیم و زر.